قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. موضوع امروزه در رابطه با قدوه حسن است که باید طالب العلم در یک مجتمعی که زندگی میکند باید یک قدوه حسنه و یک نمونه زیبا باید که در اون مجتمع باشد، زیرا طالب العلم ارث گرنده از انبیا علیهم السلام است، میراث انبیا علیهم السلام را میگیرد. از همین خاطر پس باید که طالب العلم در یک مجتمعی که باید که زندگی میکند باید الگو و نمونه باشد، الگو و نمونه در گفتار، الگو و نمونه در معاملات، الگو و نمونه در رفتار و الگو و نمونه در عهد و پیمان و الگو و نمونه در تقوا و الگو و نمونه در عبادت. در همه اینها باید یک طالب العلم باید که نمونه باشد، زیرا طالب العلم از دیگر انسانها فرق میکند. از این خاطر ارتکاب شدن حتی بعضی از اموری که خلاف مروءت هستند در شأن یک طالب العلم درست نیست، و یا اینکه یک سری عملهای را انجام دادن که شأن و شرف اون طالب العلم را و اون اهل علم را در میان امت از بین میبرد و آبرو عزت او را پایان میکند. پس باید یک طالب العلم اون عملها را انجام ندهد. شاید که انجام دادن یک سری عملها، یک سری حرف زدنها، یک طریقه صحبت کردن و معاملات و گپ زدن که هست، شاید که برای یک نفر عادی یگان مشکلی نداشته باشد، اما چون که این طالب العلم حمل کننده رسالت انبیا علیهم السلام است و این طالب علم تبلیغ کننده رسالت انبیا علیهم السلام است، از این خاطر پس باید در تمام امورها باید که یک طالب العلم نمونه و الگو باشد. یک طالب علم در تمام امورها باید که الگو و نمونه باشد. حالا اگر ما شما دقت کرده باشیم می‌بینید که برای چی چشم مردم همیشه در اهل علم و طالب العلم است. حتی یک سری عمل‌های است که مردم عادی، حتی از کسانی که از نزدیکان همون نفر هستند، او را انجام میدهند و مردم هیچ پروایی ندارند و هیچ توجهی هم نشان نمیدهند. اما وقتی که می‌بینید که یک طالب العلم حتی یک عملی که شاید همون عمل در شریعت اونقدر گناه نباشد یا اینکه همون عمل در شریعت گناه نباشد، انتهاش خلاف مروءت است، خلاف یک شخصی که دیندار باید که انجام ندهد، یک شخصی اهل علم، یک کسی که منتسب به علم است نباید که انجام بدهد. فقط ببینید که مرتکب همین چیز دیگه است، ببینید که چقدر که مردم بالای او سخن میگویند. بله، سخن گفتن در یک شخصیت یک نفر یعنی اینجا از دیگر نفرهای هیچ فرقیتی ندارد، اما فقط در اینجا فرقیتش از این شخص در این است که باید از این چیزا پرهیز بکنند، چون این منتسب به اهل علم و علما است، منتسب به رساندن تبلیغ کننده رسالت پیامبر است. از این خاطر به خاطر همین عظمت رسالت انبیا و به خاطر همین عظمت رسالت پیامبران پس نباید که حتی اون امورهایی که خلاف مروءت هستند نباید که حتی اونها را شخص مرتکب باشد. حتی در مکانهایی که اون مکانهایی که برای یک شخص در او اتهام و ظن و گمان براش می شود، حتی همون امور را باید یک طالب علم اونها را انجام ندهد، چون یک دعوتگر نباید که در زیر اتهام باشد و یک تبلیغ کننده توحید و یک تبلیغ کننده رسالت پیامبر و شریعت الله عزوجل نباید که در زیر اتهام قرار بگیرد. چرا؟ چون به خاطر همین عظمت رسالت پیامبر، چون کوچکترین اتهام و کوچکترین یک گمانی بد در یک داعی و در یک دعوتگر و در یک اهل علم و علما این سبب می شود که عدم قبول کردن مردم همین رسالت و همین تبلیغ را سبب می شود. پس باید یک طالب العلم هم در گفتار و هم در کردار باید که یک باشد، هم در گفتار و هم در کردار. از این خاطر قدوه نیکو و حسنه باید که یک طالب علم باید که باشد، قدوه
در اون مجتمع باشد، حتی الگو و نمونه یک شخص در خانوادهش باشد. حالا بسیاری از دوستا شکایت میکنن که همین سخن ما در خانه ما قبول نمیشود، همین سخن ما را اعتبار نمیدین، همین سخن ما را. به خاطر چی است؟ به خاطر که ما بعضی وقتا جذبه میشویم، دعوت میکنیم از نزدیکامون، از پدر و مادر و از برادر و از خویش تبارمون، و بعدا وقتی که سحر میشود جناب دعوتگر پیش میان که جناب دعوتگر بخیر که ساعت 11 شد نماز صبح هم نخواندی. ولی حالا در اینجا دعوت قبول میشود؟ آیا در اینجا دعوت مؤثر است؟ بدون شک مؤثر نیست. به خاطر چون که تو الگو نشدی. قبل از اینکه وارد دعوت بشوی باید شخصی امین، صادق، امانتدار و شخصی که با تقوا، باید که همین چیز باید که در میان مردم باشه. یعنی این عملا، نه اینکه با زبانت بگویی مرتکب عمل ریا بشی، بلکه عملا. مثل که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه وارد دعوت بشد، قبل از اینکه الله عزوجل او را امر به تبلیغ رسالت و این رسالت قرآن بکند، می‌بینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون مجتمعی که زندگی می‌کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با چی مشهور بودک؟ محمد امین، محمد صادق، محمد راستگو، امانتدار. با این صفات و با این اخلاق پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مشهور بودند. و در حقیقت یکی از اسباب قبولیت دعوت تو برای دیگران هست. از این خاطر پس باید یک طالب العلم در مجتمعی که زندگی میکرد، اولا اون مجتمع از خانواده خود شروع کردگی تا در اون منطقه‌ای که زندگی میکرد باید یک شخص الگو نمونه باشد در اخلاق، در رفتار و در کردار، در معاملات، در همه جهت‌ها باید که الگو و نمونه باشد. اون وقتی که تو حرف میزنی و سخن میگویی در کدام بابی و در کدام موضوعی که باشد، میبینی که مردم انتهاش همین است که قبول هم نکنن، قابلیت سخت بالات نشان نمیدهند. بله، و حسب حالتایی هست که الله عز و جل دعوتگر را امتحان میکند، میبینی که همه این امورها را، همه این شروطها را رعایت میکنه و باز هم قبول نمیشه، باز هم از خونه ابو جهل ها و ام جمیل ها میبینی که باز چی میشوند؟ بیرون میشوند. بله، پس یک دعوتگر باید این حتما انتظار داشته باشه. یعنی امکان ندارد هر چند که بهترین هم باشه حتما دشمن پیدا میکنی، زیرا پیامبر اکرم از پیامبر دیده هیچ کسی خوبتر نیست. هیچ کسی، هیچ دعوتگر از پیامبر دعوتش قویتر، محکمتر و هدایتتر و راهنماییتر و ارشدتر هیچ دعوتگری نیست. ولیکن همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این قدر صفات های خوب میبینی که از نزدیکترینش به علیه بیرون میشوند و حتی حاضر میشوند از قوم و قبیله‌اش که او را به قتل برسونند. این سنت الهی است. برای یک دعوتگر این چی پیش میاد، این امتحان هست. ولی فکر نکن که در جدای دعوت هستی اما ترى سخنهای خوب بگد، اما یک دعوتگر که ثابت باشد این تهمت ها میروند و این سخن ها میروند، ولیکن اون دعوتش که مطابق قرآن و سنت رسول الله باشد اون ماندگار میموند. از این خاطر پس باید که طالب علم اولا در اون خانواده خود باید که الگو و نمونه باشد، یک طالب علم صبور و حلیم و بردبار و دعوتگر و بدون اینکه از او غضب سر بزند، بدون اینکه از اون یگان سخن بد بیرون بشه، وزیر همه اینها را مردم توجه میکنن. پس باید در همه این امورها باید که شخص باید چی باشد؟ باید که عملا الگو نمونه باشد. اولا قبل از اینکه میخوایی به نماز تهجد دعوت بکنی که خانواده در نماز تهجد مشکلی دارد یا که در نماز فرضی ها مشکلی دارد، پس تو در همین چیز ثابت باش، ثابت قدم باش و این عملا نشان بده قبل از اینکه دعوت میکنی. اولا یک مدت پایبند نمازها، سر وقت خستن و آیسته مردم گفتن و دعوت کردن و بعدا دیدی که بازم که ای انجام نمیدهند، بعدا مرحله دوم یک کمی سخت‌تر و محکم‌تر در رابطه مثل خصوصا در نمازهای فرضی و بعدا وقتی که تو حرف میزنی وقت میبینن که تو همین واقعا در زندگی عامل هستی، بله چیکار میکنن؟ پایبند میشون. وقتی که تو دعوت میکنی ولی یک مشکلی از دعوتگرای ما این است، یا که بعضی از کسانی که مثلا که منهج میفهمن یا قاعده دعوت تعلیم نمیگیرن، سلف صالح یعنی فقط اینه که فقط تنها رد بزنی و کار فقط همین باشد، نه، بلکه سلف پیرو سلف صالح باشد در تمام، چون یک منهج است. حالا میبینی که دعوت میکند یک نفر به سوی توحید و دعوت، یک نفری که پایبندی یک نفر از ببین طایفه از همین حزب‌های گمراه است و اما در همون زمان جاهلیتش پایبندی نمازها، عبادت‌ها، پایبندی اذکار، همین چیزها هست. حالا با خطا هست یا اشتباه است، صحبت بالای این نیست، بلکه این است که یک نفر در همون زمان جاهلیتش هم تقوا را رعایت میکرد، چشمش حفاظت میکرد، زبانش از سخنهای بد حفظ میکند و همچنین در نمازها پایبندی میکند و نماز شب و نماز نوافل و نماز تهجد دارد، اذکار با قدر استطاعتش پایبند است و در توحید مشکل دارد. اما دعوتگر ما
در توحید ماشاءالله قوی است، خوب است، اما پایبند به نماز قدر میشه. میگه خیلی جمعش میکنیم، حضرت میگه تا روایت اومدگیه. با میبینی که مثلا که ذکر میشوند، بعد میبینی که مثلا این دعوت میکنه، این ماشاءالله توحید خوب است، اما دیگه جهتا الگو نمونه نیست. بعد یه دعوت میکنه، خیلی بیچاره سرزنش میکنه، حکمش هم میزنه، پیچش هم میزنه از چند اقوال. بعد هم خیلی دیگه مجبور است که دنبال همین برود دیگه، حرفش بگیرد و قبول بکنه برود. بعد میبیند که این جناب دعوتگر که مرا دعوت کرد به سوی توحید، ببینید که نماز وقتش رفته، ایشون دست نماز نمیخوند. بعد میگه چرا نماز نمیخونی؟ نماز بیا بخونین. میگه جمع ثابته، جمع ثابته. میگه خب پس خیلی میگه که جمع ثابته، میره حدیث شب خیلی میگه او بشورا هم خیلی سرش خام میکرد. بعد خیلی میگه که ذکر رو خیلی میگه ما در زمان جهالتی ذکر رو میکردیم، نه ذکر رو بسن چرا ذکر نمیکنی؟ میگه سخت نگیر، در این سختگیری نیست، در این میگه سختگیری نیست، میگه فرض نیستن که ذکر رو بکنی. حالا ببین این طور معامله کردن با یک شخصی که تو را دعوت کرده به سوی توحید، آیا قبول میکند؟ آیا حرفایی که تو میگوید با او استقامت میکند؟ میگه همون والا، میگه گفتم اوانا که همون چیزی که من بدون قبلا یک سر نمازهای داشتم، یک چیز انجام دادم، گفتم که بالکل همش از من کشیده گرفتی. دعوت توحید میگوی خلاص دیگه وارد عمل نیست، یگونش عمل نمیشه. میگویش میگه واجب نیست، فرض نیست، فلان کار نیست. از رحمت الله است که فرض نیست و برای تو واجب نشده است، تا اینکه اگر که از تو این صورت نگرفت مرتکب گناه نشوی. پس ببین که همین طور مردم دعوت کردن و یک شخص خودش همین گونه نمونه باشد، باور کن که اگر که ما 100 سال دیگر دعوت بکنیم مردم قبول نمیکنند. از این خاطر وقتی که ما دعوت میگیم، وقتی که ما دعوت به سوی توحید میگیم، وقتی که ما از منهج سلفیت ادعا میکنیم، پس باید که در تمامی از امورها باید که چی باشیم؟ این نمونه باشیم. مثلا به طور مثال بسیار اشکالاتی که در جوانان این روزا هست در مسائل اخلاق است، در حالی که اگر نگاه کنیم در زمان سلف صالح، چون که محمد بن سیرین رحمه الله فرمود که سلف صالح همچنان که رحلت میکردن برای طلب علم، همچنین رحلت میکردن برای آموختن اخلاق و آداب. بله الله عز و جل میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، شما وارد اسلام بشوید به طور کلی، به طور کامل، طوری که در یک جهت خاطر منهج پیرو اهل سلف میگیرید، اما در جهت دیگر از منهج اهل سلف فرسخها دور هستید. افتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، و بعضی از آیات قرآن ایمان میاری و بعضی دیگر کافر میشوی. از این خاطر این غلط و اشتباه است که یک نفر مثلا در یک جهت و ادعا میکند خودش منسوب به منهج اهل سلف میکنه، اما در بخش های دیگر میبینی که در این نفر بسیار از اشکالات است. پس کن قدوه صالحه فی المجتمع، پس باش ای طالب علم یک قدوه، یک الگوی صالح در یک مجتمع. فالصحابه رضی الله عنهم تأثروا بما رأوه من النبي صلی الله علیه وسلم، پس صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که متأثر شدن به خاطر آنکه دیدن از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، یعنی از پیامبر دیدن، از این خاطر متأثر شدن و وارد عمل شدن. قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله عز وجل فرمود که به تحقیق هست برای شما در رسول اکرم صلی الله علیه و الگو و نمونه برای کسی که امید دارد الله عز وجل و ثواب الله عز وجل را و همچون امید روز آخرت را و همچون ذکر زیاد را میکند. پس الگو و نمونه ما باید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. این یک. و دیگر اینکه چه کسی همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای خود الگو و نمونه گرفتن بتواند؟ کسی که امید یرجو الله، امید ثواب الله عز وجل داشته باشد. دوم کسی که امید روز آخرت را داشته باشد. و سوم کسی که ذکر الله عز وجل را زیاد میکند. پس اینها یکی از اسبابی هستند که شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای خود الگو و نمونه میگیرد. دوما امر الله نبیه صلی الله علیه و سلم ان یقتدی بمن سبق من الانبیاء بالصبر و غیر ذلك. بله الله عز وجل امر کرد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را اینکه اقتدا بکند با همون کسانی از پیامبرانی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سبقت گرفتگی بدن، یعنی پیش از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بدن در صبر و در دیگر از امورها. الله عز وجل پیامبر امر میکرد که مثل پیامبرهای گذشته از پیامبرهای سابقین در صبر و در تمام امورها باید که اقتدا بکند، پیروی بکند، چون که الله میفرماید اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدی، اونها کسانی هستند که الله عز وجل اونها را هدایت کرد. فبهداه مقتدی، پس ای پیامبر پس به هدایت امونها پیروی بکن. قل لا اسالکم علیه اجرا، بگو که من از شما در رابطه با این دعوتم هیچ اجر را، هیچ مزد را
من نمیخواهم، این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر یک پند بر عالمیان. بله، سوم القدوة الحسنة في الأفعال تؤثر في الآخرين كتأثير النصيحة بالقول أو أشد. بله، الگوی نمونه شدن در فعلها، در کردار، در عمل تأثیر دارد، خیلی تأثیری بزرگ دارد دیگران، به معنی تأثیری نصیحت با گفتن، حتی سخت‌تر از همین نصیحت و از گفتن است. یعنی عمل کردن و دعوت کردن و الگو نمونه شدن در کردار و در رفتار، این تأثیرش سخت‌تر است از گفتن و از نصیحت کردن. و الصحابه رضی الله عنهم كانوا يقتدون بالنبي صلی الله علیه و سلم، صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اقتدا میکردن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیروی میکردن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، لما يرون فيه من قدوة حسن لهم، از آنچه که میدیدن و همچون یک الگوی و نمونه برای اونها از او پیروی میکردن. فعن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. بله، از كريب مولای ابن عباس است، غلام عبدالله ابن عباس است، روایت است که میگه عبدالله ابن عباس برای او خبر دادن که یک شب نزد میمونه ام المؤمنین است، همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است و همچنین میمونه خاله عبدالله ابن عباس است. بار شب کردن نزد خالشون، شب کردن. فاضطجعت فی عرض الوساده، عبدالله ابن عباس میگه من میگه خواب رفتم، دراز کشیدم، میگه در پهنایی همون بالشت، یک بالشت دراز بدک، در طولش، در درازیش پیامبر صلی الله علیه و سلم با همراه مادرمان میمونه رضی الله عنها خواب رفتن و عبدالله ابن عباس در عرضش، پهناییش، در پهناییش خواب رفتن. و اضطجع رسول صلی الله علیه و سلم و اهله فی طولها، و پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهلش یعنی میمونه در طولش، در دراز بدنش خواب رفتن. فنام رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی اذا انتصف الليل، پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواب رفتن تا اینکه نصف شب شد، او قبله بقلیل، یکی قبل از قلیل به نصف شب بدن، او بعده بقلیل، یکی بعد از نصف شب یک اندکش گذشتن. استيقظ رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بلند شدن، فجلس يمسح النوم عن وجهه، وقتی که پیامبر از خواب بلند شدن و نشستن و خواب رو از چهرهشون با دستشون دور میکردن. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این سنت است وقتی کسی از خواب میخیزه برای نماز تهجد، بله باید که همین گونه باید که باشد. سپس بلند شدن و سپس خواندن 10 آیات از آخر سوره آل عمران، 10 آیات از همون آیاتی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قیاما وقعودا الى آخره، تا آخری سوره من آل عمران از همینجا خواندن 10 آیات را. ثم قام الى الشن معلقه، سپس پیامبر بلند شدن و رفتن به نزد همون یک مشکی که در داخلش آب بود و آویزان بود، نزد همون رفتن. فتوضأ منها فاحسن وضوءه، از همون وضو گرفتن، با بهترین وجه وضو گرفتن، طهارت کردن. پس از اینجا معلوم میشه که وقتی کسی که از خوابش خیسته شرط نیست که باید که حتما استنجا کند، بلکه از خواب کسی که خیسته وقتی که احتیاج به حاجت خانه داشته باشد، پس میتونه که همین طهارت بکنه، طهارت شستن همون 4 عضوی که هست، مردمان شما طهارت دستور میگن. ثم قام يصلي، سپس پیامبر وقتی که وضو گرفتن و بلند شدن و نماز خوندن شروع کردن. قال ابن عباس، عبدالله ابن عباس یک پسری خیلی زیرک و بیهوده پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نآمدن، بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمدن تا اینکه از پیامبر عملا ببینن که شب چیکار میکنن و چگونه نماز میخوان، تا اینکه را برای امت روایت بکنن. پیامبر عبدالله ابن عباس طالب علم نبودن که خواب زن سری بخیزد و نفهمن که در اونجا چی گذشته، بلکه عبدالله ابن عباس یک طالب علمی که وقتی عبدالله ابن عباس وفات میکرد سین عبدالله ابن عباس 12 ساله است. پیامبر صلی وفات میکرد عبدالله ابن عباس 12 ساله است، اما عبدالله ابن عباس مترجم قرآن است، مفسر قرآن است، رئیس المفسرین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حقش دعا میکرد. بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قضای حاجت کنی میرود و میگوید که عبدالله ابن عباس آب طهارتش آرگی است، همونجا بعد همین دعا میکرد که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. بر اله همه عبدالله ابن عباس فقیه در دین بگن و ایرا علم تفسیر براش نصیب بگردون.
به خاطر چی؟ پیامبر نگفت که حتما برای من آب تورات بیارید، مثل که ایشونای موزه اگر آب تورات نیارید دیگه قطعی تا روز قیامت گپ نمیزنه. پیامبر اکرم شخص خاکسار بودن، ولیکن من باب احسان و با پیامبر الله همه عمل کردن، یک از سبب‌های خوشحالی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گشت و دعا کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای عبدالله بن عباس و الله عز و جل دعای پیامبر قبول کرد و عبدالله بن عباس مفسر قرآن گشت، مترجم قرآن و مفسر قرآن. خیلی علم وسیع عبدالله بن عباس داشتن که حتی در همون سن خردسالی در جلسه که اون کسانی که اهل شورا هستند و خلیفه نشسته است، وقتی که عمر رضی الله عنه میپرسد از همین اذا جاء نصر الله والفتح، از همین سوره میپرسد، هر کس جوابهای مختلف میدهد. همین جا است که عبدالله بن عباس میگه که این سوره پیام رسالتی وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. فقه عبدالله بن عباس ببین که از اینجا چگونه فهمیدن. بله، وقتی که فتح و پیروزی آمد، مردم گروه واردی فوج وارد دین میشوند، پس اون وقت ذکر الله را بکن، تسبیح الله را بگو و الله توبه پذیر است، الله توبه را میپذیرد. همین عمر رضی الله عنه از عبدالله بن عباس در جایی که اهل شورا نشستند میپرسد. بله، پس عبدالله بن عباس وقتی که میرود خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و پیش خالش میمونه و در اونجا شب میکند و بیهوده شب نمیکنه، بلکه اجه نظارت میکنه، نگاه میکنه. بله، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و چیکار میکنه؟ پیامبر وقتی که میخیزد تورات میکند، قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، میگه منم بلند شدم و منم میگه انجام دادم مثل که آنچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادن. یعنی منم خواستم وضو گرفتم، تورات کردم و شروع کردم به نماز خواندن. ثم ذهبت فقمت الى جنبه، سپس میگه رفتم و ایستادم بر یک جانب چپ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایستادم. این در نماز. پس اینجا ثابت می شود که نماز خواندن یک شخصی که نفل خوانده ایستاده است، هیچ مشکلی نیست که یک شخص برات از پشت نماز نفل را جماعت بخواند، هیچ مشکلی نیست. مثلا یا اینکه مثلا شوهر نماز تهجد خوانده ایستاده است و همسر میاد از پشت نیت میکنه، یا اینکه فرزندش میاد نیت میکنه، یا که یک نفر نماز تهجد خوانده ایستاده است، نماز نفل و یک شخص از پشت اقتدا میکنه و هیچ مشکلی نیست. عبد الله میگه من همین کار کردم. فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي واخذ باذني اليمنى يفتلها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و چون که عبدالله بن عباس در طرف چپ ایستاده بودن، پیامبر با دست راستش میگیرد از همین سری عبدالله بن عباس و او را میگیرد از همون گوشش کمتر میتواند و او را به طرف راستش او را چکار میکند؟ قرارش میدهد. پس اینها هم عملهایی هستند که در داخل نماز به خاطر امور نماز اینها هیچ ممانعت یا که هیچ مفسده در نماز اینها وارد نمیکنند، چون اینها از امورهایی هستند که برای اصلاح نماز هستند، برای درستن نماز هستند. پس در اینجا فصل رکعتین، پیامبر میگه 2 رکعت میخواند، ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 12 رکعت میخواند، در آخر ویتر میکند. پیامبر 2 رکعتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخواند 12 رکعت و در آخر ویتر میکند. بله، ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمتر به پهلو دراز میکشد حتی اتاه المؤذن، تا اینکه مؤذن میاد. پس این هم یک از عملهای سنت است که شخص مثلا که نماز تهجد خوانده منتظر میشود یک اندازه به طرف دست راست با پهلوی راست یک کم ترکی خودش را به پهلو می اندازد. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد، وقتی که مؤذن می اومد خبر میداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را، و اینجا پیامبر بلند میشدن فصل رکعتین خفیفتین، 2 رکعتی خفیف میخواندن که علما میگن که همین سنت بامداد است. ثم خرج فصل الصبح، سپس پیامبر خارج شدن و رفتن نماز صبح را خواندن. پس از این روایت همین معلوم میشه که این 2 رکعت خفیفی که پیامبر خواندن بعد از ویتر وقتی که مؤذن آمد، این همون 2 رکعت نماز صبح بود و یک از سنت هایی که متأسفانه متروک شده است امروزه، طولانی خواندن سنت 2 رکعت سنت نماز فجر، سنت بامداد. 2 رکعت سنت فجر باید که خفیف خوانده بشه. این سنت است، چون که مادر عایشه میگه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله همین 2 رکعت میخواندن، بعد تو میگم من میگفتم که آیا پیامبر سوره فاتحه را خوانده یا که نخوانده. یعنی این قدر پیامبر صلی الله علیه و آله با سرعت و خفیف ایرا میخواندن. در اینجا عبدالله بن عباس رفتن و از پیامبر مباشرتا نگاه کردن و پیامبر این عملا انجام دادن. پس باید که یک استاد و یک اهل علم باید که این عملا برای شاگردش نشان بدهد و همه تعلیم و تربیت با
گفتن نیست، بلکه عدهش با عمل نشان دادن است. بارک الله فیکم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.